چند روزی میشد که تو خونمون یه صدایی میشنیدم. صدای آروم خراشیدن دیوار. از اونجا که خونم یه جای پرت کنار جنگله، کل خونه رو گشتم تا ببینم حیوانی چیزی نباشه. اما هیچ جا ردی از حیوان پیدا نکردم و اون صدا هم داشت روز به روز بلندتر میشد. 4 روز گذشت تا اینکه بالاخره منبع صدا رو پیدا کردم. اون روز داشتم مثل همیشه تو حیاط نجاری میکردم. ناگهان ارم شکست و مجبور شدم برم تو زیرزمین تا یکی دیگه بردارم. خیلی وقت بود نرفته بودم اونجا. رفتم زیرزمین و داشتم جعبه ابزار غبار گرفتم و میگشتم که همون صدایی که روزها بود اذیتم میکرد و از پشت سرم شنیدم. انقدر ترسیده بودم که کل ماهیچه ها منقبض شد. سریع برگشتم و چراغ قوام و سمت جایی که صدا می اومد گرفتم، ولی هیچی اونجا نبود. رفتم سمت دیوار و گوشم و چسبوندم بهش و در کمال تعجب صدا داشت با فاصله خیلی نزدیک از تو دیوار می اومد. انگار یه نفر داشت با یه وسیله تیز دیوار رو می خراشید، ولی شبیه صدای حیوان وحشی نبود، چون صداش با یه فاصله منظم می اومد. انقدر از این وضعیت که نمیدونستم چی پشت دیوارهای سیمانی ترسیده بودم که دیگه نتونستم تو خونه بمونم. بنابراین سریع وسایلامو جمع کردم و از خونه زدم بیرون و رفتم اداره پلیس. از دیوارای زیرزمین خونم صدای خراشیدن میاد. فکر کنم یه نفر میخواد دیوارمو خراب کنه و بیاد تو. پلیس گفت احتمالاً یه حیوان وحشیه و نمیتونیم واسه یه صدا نیرو بفرستیم. چاره ای نداشتم جز این که شب و تو نزدیکترین مسافرخونه بگذرونم. اون شب بدون ترس و نگرانی خوابیدم. اما صبح وقتی برگشتم خونه و در رو باز کردم، دیدم همه جا به هم ریخته. انگار دزد اومده بود. آشپزخونه و پذیرایی گلی شده بود و در یخچال تا ته باز بود و هر چی داخلش بود و برده بودن. یه عالمه رد پا هم رو کف پوش افتاده بود که به زیر زمینم منتهی می شد. تفنگم رو برداشتم و با احتیاط رفتم تو زیرزمین. در کمال تعجب یه سوراخ بزرگ تو دیوار زیرزمین بود و وقتی چراغ قوه رو انداختم داخلش اصلاً نتونستم عمقش رو ببینم. سریع با پلیس تماس گرفتم. مدتی بعد رسیدن و شروع کردن به گشتن خونه. چندین اثر انگشت تو خونم پیدا شد، ولی عجیب اینجا بود که هیچ کدوم از اثر انگشت ها ثبت نشده بودند. در نتیجه نمیتونستن شناساییشون کنن. یکی از افسرهای پلیس گفت احتمالاً تعداد دزدها 8 نفر بوده، ولی چون اثر انگشتاشون ثبت نشده نمیتونیم ردشون رو بگیریم. جدا از اون شکل اثر انگشتا هم کاملاً خاصه. بعد با چراغ قوه نگاهی به داخل سوراخ انداخت و گفت عمق این سوراخ اصلاً قابل اندازه‌گیری نیست و نمیتونیم کسی رو بفرستیم اون تو، چون خیلی خطرناکه. تا حالا با همچین موردی روبرو نشدیم. به زودی ترتیب یه گروه تجسس رو میدیم. شما هم فعلا از اینجا برید. منی که تمام عمرم نجار بودم و درختای جنگل رو قطع می‌کردم، جایی جز اینجا نداشتم که برم. ترسیده بودم. چاره‌ای نداشتم جز این که سوراخو ببندم و به زندگیم تو خونم ادامه بدم. بعد از اینکه پلیس ها رفتن تو خونه تنها شدم. سوراخو با تخته‌های چوب پوشوندم و محکم میخ زدم و در زیرزمین رو قفل کردم. آخه اون 8 نفری که وارد خونم شده بودن کی بودن؟ خونه ساکت شد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود و دیگه صدایی از دیوارها نیومد. تا چندین روز بعد از اون ماجرا با کوچکترین صدایی تنم میلرزید. ولی به مرور زمان خاطرات اون اتفاق محو شد. 1 ماه گذشت. رفته بودم تو جنگل درخت قطع کنم و وقتی اومدم تو حیاتم دوباره از تو زیر زمین صدای عجیبی شنیدم. صدایی بود که به عمرم نشنیده بودم. یکم شبیه صدای مار بود. تفنگم رو کشیدم و با احتیاط در زیر زمین رو باز کردم. ناگهان یه چیزی اومد بیرون و پرید و منو داشت خفم میکرد. یه جونور ترسناک بود با سری بیرون. پوستش انقدر شفاف بود که میشد تمام رگهای بدنش رو دید. شکل بدنش شبیه انسان بود. جونور همینجور روم چنبره زده بود و داشت خفم میکرد. قیافش وحشتناک بود و چشماش کامل سفید بودن. کمی بعد چند تا موجود دیگه هم دورم و احاطه کردن و از هوش رفتم. نمیدونم چقدر گذشته بود. با درد کمرم که داشت ساییده میشد بیدار شدم. دیدم جونورا پاهامو گرفتن و دارن منو میکشن زیر زمین. صدای هیس هیس ترسناکی میدادن و بدنای شفافشون تو اون تاریکی به رنگ سبز میدرخشید.
تونل باریکی که زیر زمین بود کم کم انقدر گشاد شد که 2 آدم میتونستن توش وایسن و راه برن. کلی از اون جونورا اونجا بودن. خزیدن سمتم و شروع کردن به نوازش من. بعدش منو بلند کردن و به انتهای تونل رفتن. دیدم یه جونور دیگه با سری خمیده اونجا نشسته. با همون نگاه اول فهمیدم با غولشون طرفم. بدنش گنده و چروکیده بود. جونور آروم سرشو بلند کرد و بهم نگاهی انداخت. چشماش یکم شبیه آدم بود، چون 2 عنبیه محو سیاه داشت. یعنی بین اون جونورا تنها جونوری بود که عنبیه سیاه داشت. تا منو دید چشماش گشاد شدن و صدای عجیبی از خودش در آورد. شروع کرد به صحبت به زبان عجیبی که نمیتونستم بفهمم. نانا لوگا آنی یو نامو لوگا اوری گیماگی یا آنی مو ندو. چی گفتید؟ وقتی اینو پرسیدم جونور دوباره یه مشت حرف نامفهوم دیگه زد. بقیه جونورا هم در سکوت ما رو تماشا می‌کردن. مونده بودم که این زبون اصلاً وجود خارجی داره. بنابراین گوشیمو از جیب شلوارم در آوردم و برنامه مترجم صدا رو روشن کردم. ولی اصلاً نتونست کلمات جونور رو ترجمه کنه. واسه همین به جاش ضبط رو روشن کردم و صداشون رو رکورد کردم. جونور وقتی حرفاش تموم شد صدای هیس هیس در آورد و بقیه جونورا هم همراهیش کردن. بعد همشون سریع اومدن سمت منو زانو زدن و تعظیم کردن. چه خبره؟ واقعا گیج و سردرگم شده بودم. بعد یه مشت حشره‌های مختلف، موشکور مرده و ریشه درخت آوردن و به من دادن. انگار داشتن غذاشون رو با هم تقسیم میکردن. تازه اون موقع بود که فهمیدم اون جونورا قصد کشتن منو ندارن. با دست اشاره کردم که نمیتونم غذایی که آوردن رو بخورم. انگار منظورم رو فهمیدن و غذا رو از جلوم بردن. و بعد یه موجودی که شبیه زن بود و آوردن و هلش دادن پیش من. موجود دختر هیس هیس کنان به بدنم آویزون شد. با چندشی پرتش کردم اونور. حسابی وحشت کرده بودم و دلم میخواست زودتر از اونجا خلاص بشم. بنابراین التماسشون کردم تا بذارن برگردم خونه. رئیسشون انگار قبول کرد و منو گذاشتن رو شونشون و بردن. گذشتن از اون تونل تاریک که با نور سبز اون جونورا روشن شده بود واقعا ترسناک بود. بعد از کلی پیچ و خم بالاخره تونستم از سوراخ زیرزمین خونم در بیام. یه جونور زنم با هم از سوراخ فرستادن بیرون. جونور دختر هیس هیس کرد و 4 دست و پا داخل زیرزمین راه میرفت. سریع از زیرزمین پریدم بیرون و درشو قفل کردم. جونور زن داشت محکم درو میکوبید. به پلیس زنگ زدم و شرایط رو توضیح دادم. مدتی بعد پلیس و تیم تجسس رسیدن. پلیس با احتیاط در زیرزمین رو باز کرد و همون موقع جونور پرید بیرون و افتاد رو من. انقدر ترسیده بودم که داد میکشیدم. پلیس سعی کرد جونور رو ازم جدا کنه ولی اون بیشتر بهم چسبید و گردنم و گاز گرفت. از شدت درد دادم رفت هوا. همون موقع پلیس محکم با باتون زد تو سر جونور رو ازم کندش. به محض اینکه جونور رو از خونم کشیدن بیرون و نور خورشید بهش خورد، دود سفیدی از بدن شفافش در اومد. چیزی نگذشت که سوخت و سیاه شد و همونجا با زجر مرد. من بعد از اون به خاطر چیزایی که تو زیر زمینم دیده بودم تا مدت‌ها بازجویی می شدم. مردم کنجکاو شده بودن خونمو ببینن ولی پلیس‌ها اجازه ورود نمیدادن. جسد اون جونور مرده کالبد شکافی شد. داخل پوست شفافش ارگان‌های شبیه انسان بود ولی شش نداشت. به جاش سوراخ‌های آبشش مانندی به صورت مورب رو دندش قرار داشت. طبق گفته متخصصا اونا احتمالاً از طریق آبشش‌هاشون تو زیر زمین نفس می‌کشیدن و زنده موندن. به علاوه بیناییشون هم از بین رفته بود و برای همین عنبیه نداشتن و به سختی میتونستن تو نور اشیا رو تشخیص بدن. صدایی که تو گوشیم از اون جونور رکورد کرده بودم و به پلیس دادم. چندین تاریخدان دور هم جمع شدن تا زبونشون رو تحلیل کنن. در کمال تعجب زبان مردم مدرن نبود، بلکه زبان باستانی سرخپوستای شمال آمریکا بود و وقتی ترجمهش کردن معنیش این میشد: تو اولین جد مایی. ما در زیر زمین قایم شدیم تا از جنگ در امان باشیم. با نسل به نسل برای مدت طولانی زنده موندیم. اگر من بمیرم هیچ کسی نیست که زبانمون رو یاد گرفته باشه.
زبان خودتو به این مردم یاد بده. اون جونورا آدمایی بودن که 3000 سال پیش زیر زمین قایم شدن تا از یه جنگ نامعلوم فرار کنن. در طول اون مدت بدنشون تغییر کرده تا با محیط زیر زمین سازگار باشه و بدین ترتیب تبدیل به جونور شدن. اگه مردم از وجودشون باخبر می شدن تبعات خوبی نداشت. بنابراین دولت به طور جدی از رسانه‌ای شدنش جلوگیری کرد. منم مجبور شدم یه تعهدنامه بنویسم که این حقایق و جایی بازگو نکنم. زخمای روی گردنم و تو بیمارستان بخیه زدن و الان دیگه تقریباً خوب شدن. خاطرات کابوس مانند اون روز هم به مرور کم رنگ شد. به گردنم تو آینه نگاه کردم و نفس راحتی کشیدم. لباسامو در آوردم تا دوش بگیرم. دیدم رو دنده هم سوراخ‌های عجیبه. با گیجی به آینه نزدیکتر شدم و در کمال ناباوری پوست بعضی جاهای بدنم شفاف شده بود و رگ‌های آبیمو نمایان کرده بود. مستقیم رفتم بیمارستان و تمام دکترای اونجا اومدن سمتم تا بدنمو ببینن. شوکه شده بودن. میگفتن این بیماری مورد نادره که تا حالا ندیدن. اونجا بود که فهمیدم بعد از اینکه گردنم گاز گرفته شد، بدنم داره کم کم تبدیل به یه جونور میشه. بعد از اون به خاطر ظاهرم که داشت تغییر میکرد، خودمو از همه قایم کردم و دیگه از خونه بیرون نرفتم. بعد از مدت طولانی بالاخره جرأتمو جمع کردم و جلوی آینه وایسادم و فهمیدم که عنبیه چشمام محو شده. علاوه بر اون از اونجا که پوستم کاملا شفاف شده بود، وقتی در معرض اشعه فرابنفش قرار می گرفت به شدت می سوخت و درد می کرد. الان بدنم دیگه نمیتونه درختار رو قطع کنه یا بره تو حیاط تا نجاری کنه. غریزم به هم گفت که فقط در صورتی میتونم زنده بمونم که برم تو سوراخ زیرزمین. در پلم شده زیرزمینم رو باز کردم و شروع کردم به دریل کردن سوراخی که پلیس با سیمان پر کرده بود. بعد از هفته ها دریل کردن بالاخره تونستم صدای جونورای داخلش رو بشنوم. میخواستم برم توش که یه صدایی از بیرون اومد. آقای گراهام، پلیس اینجاست. لطفاً درو باز کنید. به خاطر پرونده پزشکیتون تو بیمارستان اومدیم اینجا. شنیدیم بدنتون داره کم کم تغییر میکنه. حالتون خوبه؟ خزیدم تو اون سوراخ و به فریادهای پلیس اهمیت ندادم.